هر زمانه با زمانه خود هر فسانه با فسانه خود نه که همه چرا نمیفهمم همین من در کجای میرم مهنت بکنم با امیدم که یک میشه آخران رو نگه میکنم مهنت کیم که گرفت مهنت میشه ها بیفایده نمیفهمم همین گاه گوساله بود صغیره بود برای گفتن که همین گاه بگی کلان کنی نمیره ای خودت بفروش زن میگیری ماشین میگیری چیز میگیری همین گاه ای خودت گوساله را کلان کردم شیر ساس خطی شیرش دادم خودم شیر نخوردم گوساله را دادم خودم ترید نخوردم گوساله را دادم خودم کندرو نخوردم گوساله را دادم گوساله گاه شد گوه گیرستان فروختان مرون از من مهنت بیفایده چی باید کرد؟ ما باید یس نبرم هوا برام گرفت میرم خیلی دنیای کشاد باید جدا با میجیم بیم این روز نشید پگه میشه میگن که از ناامیدی بس امید است پایان شبی سیاه سفید است مهنتی بیفایده کاکوف نگم که یک دیوتم زد هم خونه که داود میرم اینمی آدم دستیار ندارم میگم که خطی یا آدمی خدا دادی بیومد همین خونه که کم کم مهنت میکنم تو مرا چی معاش بده دستیار میشم خیلی کچی میگم سلام علیکم خیلی نمی اکا یگان کس فایر و کس هو اکا دولت هو سلام علیکم اکا و علیکم یا اکا چخیل تینجی سلامتی فرزندک و اهل بیت همه طرف تینجا رحمت تینجی یا باشی نه رحمت اکا جان من میرم کجا من میرم من یک کم طرف کار دارم راستی بشینه مخاطر رحمت اکا داوود به نهایت رحمت همین آدم به آب روی دنجا خیلی آدم خدا دادی من همین مایده خطا سراخ کرده اومدم اکا جانی من گفتم که اگر مبادا امکانیت باشه یکم خدمت باشه یکم کار باشه مایده به جمع یکی معاشم بده اکا انا همی خیلی آدم آمده در کار سلامت باشه اکا من از زمین ها موندگی جفت کردن در کار پابل کردن در کار جویه گرفتن در کار میبینیم که آدم خوب بایی نغزی با فرزندی میگیریم تا با این دخترچه را در بیتیم تا که همین خانه دا دیگه بس جای بچم دا خیلی با ایش اکا با فکر میکنیم مقصد با چه خیلی اکا دختری عزیز بانو انا میرم من تو رو نشان میتیم همشه ترکتور بیارم یاردم میکنه تا جفت میکنیم با یاردم میکنن تا همه کار با یاردم میکنن تا که زیغ نشن از وقتی گفتی به تو رسیدنم محال است قلبم از این جفایت درگیر ای سوال است حالا شدی تو زیبا با قلبی من شدی جا با این همه جفایت
دویزی من بی وفا دویزی من بی وفا احساس کرده بودم جدایی دردی سخته نما فهمیدی گپ مرا؟ چی گفتی کجون یاد بردی که بگو تراکتور با یاردم میکنه تا کجون تراکتور نیو ها؟ تراکتور من خودم جوف میکنم و تو پلوک نداری با چه جوف میکنی؟ اکا اینا پلوکی من اک جو ساکنم من همه جا را که جوف کردن در کار جویا گرسن در کار تمام اکا شما دا دورگی ببشین فقط فرمون بتین شد علمین سر کردم مای جویا کن میکشم که دیدگی حواس میکنم میبینه که من در یه لحظه چند قد جویا میکشم کویل شماده از وقتی گفتی به تو رسیدنم محال است قلبم از این جفایت درگیر ای سوال است حالا شدی تو زیبا با قلبی من شدی جا با این همه جفایت گریزی من بی وفا همین مخشرویم چی؟ ای بچه را بی نفس نگرفته 20 چند جویا کشید دمی گیرش نسوزه با خیلی میدان میشوده گیستا یبان چیکار کردی اینجا؟ همین اکا دلو تکون برادر آها همین گفتم خیلی چند قشید بکاریم گفت که من خودم کارگر گفتیستم همین میده اگر چی مده بجم گفت خیلی چه گفت حق خدمت میشوه ها aylık paylık metiyatı hak هم اولیک بتاو بو هم یه وعده زور دیگه چی وعده باشه؟ گفت که همین دختر ما میتونم تا خونه و دار میراث میمونه ای
دخترشم مرا میتون گفتگیه اینا نوازی مرا وعده کرد که برا اگرات پگرات همه پابل کرده جویک پایک بکش دخترشم مادا میتیه فهمیدی؟ بخشش آقا ها برادری مهربان ها مرا عصبی و غضبی نکن برای چی آقا؟ تو چی خیلی میگی شما انمی خودتون یک تون دونه میشوا چی دمیاده من را میزنی من از سهر درجا جویا کشیدم مهنت کردم پوبل کردم شما چی کردین ای برادر مهنتات به فایده ما تو را میگم فهمیدی؟ به فایده فهمیدی؟ دخترشم مرا میته دخترشم مادا میتیه مادام میتیا بچه من نوازی قطعی اکای داود مسئولیت کردم اینجا دخترشم باید مرا بتیه مسئولیت کردم قطعی برادر میفهمی تمیرا بچه من نوازی مسئولیت کردم اینا بلا گرفتم آمدم زمین پامینشا پابل میکنم فهمیدی؟ چه گفتن ایتا؟ ها؟ تو چی گفتن تو؟ تو عیدلای خواه که گوش که مرا حاضران سری وقت احتیاط و تاختای گوش که مرا تو دختر کی میگیری؟ دختر داوده استغفرالله بگو نه بابا استغفرالله نمی اکت 33 سال زندگی مرا میسوزانی من 33 سال پس زن یافتگیم تو چی بومده تو دمش تو گوش کنم عیدلای خواه که من میم برامو دختر داوده میگیرم فهمیدی؟ تو دختر داوده میگیرم توبه کردم بگو عیدلای خواه که گوش که مرا ها چی گفت؟ این اکای داود خود شما آمد ها چی گفت؟ ای جبیو ای دمشاوشو یا برای تو گم شد یا Hey! خواه که اگر Bas! تو بگو Bas! حالی میبینی تو فهمیدی ها تو بگو Bas! Bas! Hey! 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 شما تمام ای گوش که مرا تمام بس اکا خودت سهر گفتی که همه کسی که میخصد جویکوی مرا میکشه مهنتوی دهقانی مرا میکنه ما به فرزندی قبولش میکنم دختر من میتونم خیلی بود ها کار کدیستم خیلی بود چی گفت شد بس بوم مرزا سوزد به ها چی گفت آخی همین سهر خودت نگفته که برا اگرات پگرات همه را پابل که جویک فیاکه بکش ما دختر من انا یه مسئله همین کسی که مهنت مول کنه ما هوای با فرزندی قبول میکنم هم خانه و در هوای میبخشم کسی بسیار کار کنه سهر گفت مرا گفت برای چی بکم میایی نگه که دخترش مرا شد بس با حالی تو احوال تباد بگو تمام بس شد گوش کنید اکا روی خاطر خود تایی نکنه باشه که الک دمه بزن شد انا گفت گوش کنید همین کسی مهنت نرس کنه خوشوی کار کنه بسیار کار کنه هوای با فرزندی میگیریم همین خانه و در هوای میتیم تمام شنیدی تام شنیدی؟ من مهنتی بیشک است ما مهنت میکنم ولی انا حاضر میبینیم کسی را ببینم حالی مهنت ها ببینم من رفت مای پی مهنت مکن شد دوار خب اکا ما باید پای مهنتم من زن ندارم دختر کجا دارم یا دختری خاله ما در خانه دیدین این دوتا جنگانه
Ана диде меҳнат шараф аст мега. Ина насиби худам ки буди, ина гирифтор афтестам тавхи. Як девона амадай духтар якай давта саҳиби када гаштае. Иҷа ман мандаги. Ина ме қасал пули меҳнат мақсад намеёфтам ки мақсад қалин биём зан бигирам. Ина ба пули як бел, ина ба як бел ман зан гирифтам. Диди ба арзуам расидам. Насиб да ки будай, ина як ҷои шидем акам. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 جویا کشتم. انا دخترشم بیتا من دمادی خانه میشم. این خانه دمو بشت انا جاگرات میکنه سبزوات میکنه اورا عزیز جانمی نریدا عزیز جانمی ها زن گرفتم دیدی با آرزوام رسیدم. تو کجا را میگریزی ها؟ Ну, заяц. Погоди!